حالا شده بخواین داخل پایتون یه کاری رو چند بار انجام بدین، مثلا بخواین یه متنی رو چند بار پرینت بگیرین. کار اولی که میتونین انجام بدین اینه که همون کد رو بیاین و چند بار بنویسینش که کدتون رو خیلی شلوغ میکنه و خیلی کار مبتدیانه ایه. ولی روش دومش استفاده از حلقه های فوره که کارتون رو ساده تر میکنه و چیز خیلی خیلی مهمیه. داخل این ویدیو میخوام حلقه های فور رو بهتون کامل یاد بدم. خب من الان اینجا لیستی از رنگ ها دارم. برای ساخت فور اول از کلمه‌های خود فور استفاده میکنم و بعد یه دونه اسم شریف میکنم آی این و بعد لیستمو بهش میدم و بعد 2 نقطه، حتما 2 نقطه رو باید بذاریم. حالا دارم میام داخل اون حلقه‌ای که ساختم بیا پرینت بکن کالر رو. یعنی چی؟ یعنی الان من یه دونه حلقه ساختم که در تعداد کالر که 3 تا آیتم داره، پس به 3 بار میاد هی اونو خود کالر رو برام پرینت میکنه. یعنی اینطوری. این الان خیلی چیز ساده‌ای بود، ولی به جای کالر من میتونم آی بنویسم، یعنی خود حلقه رو برام پرینت بکنه. یعنی چی؟ اینطوری میشه. این اتفاقی هم که میفته اینه که حلقه ما هر بار داره میره از لیستمون آیتمای ما رو میخونه و به ما نشون میده. دلیل اون فاصله هم که میفته اینه که مثلا اولین بار رفته رد و خونده، حلقه تموم شده، میره خط بعد، سری بعدی بلو تموم میشه، میره خط بعد و دوباره آیتم بعدی. اون سری ما کالر زدیم، هی توی اون حلقه میومد دوباره کل لیستمون رو پرینت میکرد و بعد دوباره لیستمون و دوباره لیستمون. چرا 3 بار این کارو کرد؟ چون که به تعداد کالر قرار بود این کارو بکنه و کالر 3 تا آیتم داشت. یه نوع نوشتن حلقه‌مون میتونه اینطوری باشه که کلمه رو همینجا بنویسیم، اون استرینگمون رو اینجا وارد بکنیم. مثلا برای من مثلا بلو نویسیم و بعد 2 نقطه و بهش میگم پرینت بکن حلقم که آی بود اسمش برام. و حالا میاد به اون تعداد هی اونو پرینت میکنه، یعنی اول بی بعد ال بعد یو و بعد ای. خب حالا قراره دستور بریک یاد بگیریم. بریک کاری که میکنه خیلی ساده است، میاد حلقه ما رو دیگه کلا قطعش میکنه. الان یه دونه مثال براتون نوشتم. روی خط اولم که یه دونه لیست دارم از رنگا، روی خط دوم یه دونه حلقه درست کردم که اسمش آی هست و این همون قبلیه، هیچ فرقی نداره. و دارم میگم خب داخل این حلقه آیی که درست کردم که به تعداد کالره خیلی مهمه، به تعداد کالر هم هستش که کالر هم 3 تا آیتم داره. پرینت بکن آی رو، یعنی خود همین حلقه رو، که اینو که نشون دادم این 3 تا خط چی کار میکنه. ولی داخل خط بعد یه دونه شرط درست کردم. شرط رو هم آموزشش رو قبلا داخل چنل گذاشتم. بهش دارم میگم اگر که حلقم رسید به بلو بیا و برام بریکش بکن، این بریکش بکن این حلقمو. حالا اتفاقی که میفته اگر که رون بگیرم رد و بلو برام میاره، ولی از بعد از اون یعنی پرپل رو دیگه برام نمیاره، چون که از اونجا به بعد وقتی که رسید به اونجا بریک کرد. خب حالا تو همون قبلی من یه تغییر خیلی کوچیک دادم. کد من قبلا به این شکل بودش که می اومد اول پرینت میکرد و به یه دونه شرط درست کردم که وقتی رسید به آی اونو بریک بکنه. ولی حالا میخوام یه تغییر توش ایجاد بکنم، میخوام پرینت رو بیارم بعد از بریک. و الان بیاین یه بار دیگه با هم مرور بکنیم که چه اتفاقی میفته. ما یه دونه لیست داریم و یه دونه حلقه که با تعداد کالره که میشه 3 تا و یه دونه شرط داریم که داره میگه اگر که رسید به بلو شرط رو بریک بکنه. از شرط مانیم بیرون و اونو پرینت کردیم، یعنی اول وقتی که رسید به بلو حلقه رو میشونه و بعد داره پرینت میکنه. و الان تفاوتش اینه که دیگه بلو رو بهمون نشون نمیده، رد رو نشون میده. دلیلش چیه؟ چون که پرینت ما سری پیش قبل از این بودش که حلقه بریک بشه، یعنی 1 بار داخل این حلقه
تا آخرش میرفت، یعنی دیگه وقتی رسید به بلو به 1 میشد و این میومد بلو رو به همون نمایش میداد. ولی این سری وقتی بعد از بریکه دیگه وقتی که حلقه رو چکونده و اومده بیرون دیگه بلو رو به همون نشون نمیده. یه خورده شاید سخت باشه فهمیدنش، ولی در کل چیز ساده‌ایه. خب ما یه دونه چیز دیگه داریم به اسم کانتینیو که کاری که میکنه اینه که میتونیم این سری از فورمون رو انجام بهش بگیم نده و بره سراغ بعدی، یعنی سری بعدی لوپمون. و الان من کانتینیو رو به جای بریک نوشتم و اتفاقی که میفته اینه که بار اول در حلقه فور میاد ردو برام میذاره، ولی وقتی که به بلو رسید دیگه هیچ کار نمیکنه، میره بعدی سری و پرپل. پس چه اتفاقی میفته؟ رد و بعد پرپل، یعنی دیگه بلو رو برامون نذاشت، چون که وقتی به بلو رسید حلقه رو شکست ولی کامل حلقه رو تمام نکرد. سری پیش ما فقط رد رو دیدیم ولی این سری بلو رو نشون نداد و بعد پرپل رو داره بهمون نشون میده و شاید شبیه هم دیگه باشن کانتینیو و بریک، ولی خیلی متفاوتن با هم دیگه. خب حالا رسیدیم به یکی از قسمت خیلی خیلی مهم فور، یعنی بخش رنج. میتونم بهش عدد بدم دیگه، بگم که مثلا به فلان تعداد فلان کار رو انجام بده و اینطوری نوشته میشه فور اسم حلقمون این و این سری رنج می‌نویسم و بعدش یه دونه پرانتز باز میکنم و بعدش دو نقطه مثل سری پیش، ولی این سری داخل اون پرانتزه باید تعداد بهش بدم. مثلا میگم که 5 بار بیاد و پرینت بکنه برام و دقیقاً میبینیم که داخل ترمینال 2 3 4 5 بار برام اونو پرینت کرده. ولی چی میشه اگر که به جای هلو بردم مثل سری پیش خود حلقه رو بذارم، یعنی بنویسم آی و این سری دقیقاً میاد خود حلقه رو میاره، یعنی 5 بار میاد عدد مینویسه از 0 ولی شروع میکنه. نکتهش دقیقاً همینه، از 0 شروع میکنه. یعنی چی؟ یعنی 0 1 2 3 4 تعدادش، یعنی براش مهمه. مثلا تعداد عددی که داخل ترمینال گذاشته با 0 میشه 5 تا و این دقیقاً نکته رنجه که باید حتما همیشه یادتون باشه. خب ولی رنج اینجا تموم نمیشه کارش، ما میتونیم براش پارامتر استارت هم تعریف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من بهش گفتم تا 5 شروع کن، خب ولی این سری بهش میگم از 1 شروع بکن تا 5. سری پیش از 0 میذاشت، الان میگم از 1 شروع بکن و از 1 شروع میکنه 1 2 3 4 دیگه، حالا 5 رو نمیذاره. ولی خب همینو میتونیم تغییر بدیم، مثلا از 6 بگم شروع بکن که 5 رو بهم نشون بده و بهش بگم که مثلا، ولی اینو میشه تغییر داد، یعنی استاپش رو استاپش رو میتونم تغییر بدم، مثلا بکنم 6 و این سری از 1 شروع بکنه تا 5. الان در حالت عادی وقتی که من استارت و استاپو برش تعریف میکنم یکی یکی داره میره جلوی، درست؟ یعنی 1 2 3 4 و 5. ولی میتونم برش بگم که مثلا چند تا بره جلو، مثلا دو تا بره جلو. برای این کار باید اول استارت و بعد استاپ و بعد اون چند تا مثلا میخوام بگم دو تا بره جلو مثلا اینجا و 2 رو اینجا میزنم و الان کاری که میکنم از 1 میره روی 3، از 3 میره روی 5 7 و بعد 9، یا مثلا 3 رو میزنم که 1 4 7 میشه. خب رسیدیم به بخش آخر حلقه ها، یعنی حلقه های تو در تو، یکی از مهمترین بخش حلقه فور. من یه دونه لیست کالر دارم و یه دونه لیست فروتیز و یه دونه حلقه داخل تعداد کالر درست کردم، یه دونه حلقه فور دیگه با اسم X در فروتیز و بهش گفتم که پرینت بکنه کالر رو فروتیزم و اتفاقی که میافته اینطوریه که
میاد 3 بار با رد میوه ها رو میگه، یعنی رد اپل، رد بنانا، رد چری و میره سراغ رنگ بعدیش که بلو بوده، میگه بلو اپل، بلو بنانا، بلو چری و بعد دوباره همینطوری میره رنگ بعدی که پرپله و دوباره 3 تا میوه رو با پرپل میگه و همین بود. چیزایی که خیلی مهمه که باید خیلی تغییرش بدین و که خیلی خوب متوجهش بشین، همین حلقه های تو در تو که باید یه خورده تغییرش بدین و اینها که کامل متوجهش بشین، چون خیلی خیلی جاهای زیادی به دردتون میخوره و باید از اینا استفاده بکنید. و همین بود کل حلقه. ممنونم که ویدیو رو تا آخر دیدین. اگه خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید و خدا نگهدار.